آماده ای پویان؟ همینجا آماده؟ بله بریم. برداشت اول و آخر از اپیزود 0 3 2 1 حرکت. درود رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر گیتیمر هستم و بسیار خوشحالم از اینکه شما اپیزود 0 خط تیره رو تماشا میکنید. اما ما چرا اینجاییم؟ چرا واقعا؟ واقعا چرا؟ میشه بهمون بگی؟ آره چرا که نه. این روزها هممون در جهانی زندگی میکنیم که پر از دغدغه‌های مختلفه و دست و پنجه نرم کردن با همین دغدغه هاست که از ما آدم‌های قوی میسازه. با این حال گاهی اوقات انگار یه جای کار میدن. گاهی اوقات لازمه تا بین دویدنامون مکس کنیم، یکم بریم تو فکر ببینیم ریشه این دغدغه ها از کجاست. میشه براشون یه فکر تازه‌ای کرد؟ اصلا چطوری میشه رسید به فکر تازه؟ با چایی. جان؟ چایی همیشه. چای. بله. این هم یه رو بشه. درست کن؟ باید سر زفت بودیم. به نظرم ادامه بدید. آره چرا مشکلی دارم؟ نه آقا شما داری سر بهتر شده سازید. چیشون میگفتیم؟ فکر تازه. به نظرم بهترین راه گفتگوه. اول با خودمون، بعد با اونایی که باشون دغدغه مشترک داریم. ما چندی از فرزندان نسل اخیریم که قرار اینجا از دغدغه هامون بگیم و همدیگه گوش بدیم و ببینیم اشکال کار کجاست. هدف ما کنار هم بودن و البته کنار گذاشتن تعارف برای این فاصله میون امروز و فردا. خب پس به جمع ما خوش اومدید.